من در برنامه امشب میخوام یک دروغ دیگری رو از آیت الله دکتر حسینی قزوینی، بعد از این دروغی که در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه آورده بود که در اول برنامه دیدید، ما سعی کردیم این کلیپ هایی که اینا برنامه‌ای که در مورد منهاج السنه و شیخ الاسلام ابن تیمیه داشتن یک مرور دیگری بشه و سبحان الله خیلی از دروغ های دیگری هم در این برنامه های اینها بوده که یکی از این دروغ ها رو من خدمت شما عزیزان پخش می کنم و تا ببینید که اینها چقدر پست و رذل هستند. در این کلیپ میگه که ابن تیمیه در منهاج السنه گفته که ان فی فاطمه شعبة من النفاق. قبل از این کلیپ رو ببینید، این دروغ است، بهتان هست، تلبیس و خیانت است از این چوپان دروغگوی معروف که به خاطر چارقرانی که مردم شیعه بعد به مرجع تقلید بدن، این حاضر بر تنفروشی هست. این نمونه از دروغ‌های این آخوند. صدا و تصویر این رو داشته باشید. چه بگیم ما؟ نسبت به صدیقه طاهره میرسه با کمال وقاحت در جلد 4 منهاج السنه، اگر اشتباه نکنم صفحه 60 خرده‌ای هست، اون اوائل جلد 4 هست. به صدیقه طاهره میرسه. من از آقا علی ابن موسی رضا عذر میخوام، از آقا ولی است که ناظر و شاهد همه ما هست پوچ میطلب. میگی و فی فاطمه شعبة من النفاق. ببینید شما باید همین برنامه رو مقایسه کنید با همون صدر اسلام که عرض کردم. زهرایی که آیه تطهیر شهادت بر طهارت او داده، سوره مستقلی به نام هل اتی در شأن او نازل شده، پیغمبر فرمود فاطمه بضعة منی یعظینی آباها. این آقای آیت الله دکتر حسینی قزوینی دروغگوی مکار حیله‌گر، به قول خودش، چون اکثر صفاتش رو خودش خوب تو برنامه بیان میکنه، میاد با وقاحت تمام این دروغ رو به شیخ الاسلام ابن تیمیه میبنده و میگه که ایشون در کتاب منهاج السنه گفته که ان فی فاطمه شعبة من النفاق. ما همین جایی که ایشون آدرس داده بود رو، گرچه صفحاتش اشتباه میگه، رفتیم زیر و رو کردیم در جلد 4 کتاب منهاج السنه. این مطلب رو نشون بدید احمد جان. کتاب منهاج السنه جلد الجزء الرابع جلد 4، در این فصل در صفحه 226 در مورد میگه که قال الرافضی، در مورد قضیه فدک، در مورد فاطمه میگه که ایشون بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن و در مورد فدک با ابوبکر صحبت کردن و خلاصه قضیه شهادت در این مورد. حالا به این جریان کار نداریم، مسئله طولانی است و روایات در این مورد زیاد است و قبلا بحث شد. بعد میگه که در آخر این رافضی میگه که فغضبت فاطمه علیها، بعد فاطمه میگه غضب شد به خاطر این قضیه و انصرفت، و بعد از اون رفت. در اینجا این شیخ الاسلام میاد این قضیه رو کلا موشکافی میکنه و جواب خیلی مفصل و طولانی میده و میگه که آنچه که این طرف میگه، این رافضی،
ان ما ذکره عن فاطمه امر لا یلیق بها. میگه که آنچه که این رافضی در مورد فاطمه ذکر میکنه شایسته فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نیست. ولا يحتج بذلك الا رجل جاهل يحسب انه يمدحها وهو يجرحها. میگه که یک انسان جاهل فکر میکنه با این کارش میتونه یعنی فاطمه رو مدح بکنه، تعریفش بکنه، اما در حقیقت با این کارشون دارن توهین میکنن به فاطمه. فإنه ليس فيما ذكره ما يوجب الغضب عليه. در آنچه که ذکر کرده این رافضی چیزی نیست که بر اساس اون باید به اصطلاح ناراحت بشه. بل هذا الى ان يكون جرحا اقرب منه الى ان يكون مدحا. این آنچه که این رافضی میگه ذکر میکنه در مورد فاطمه رضی الله تعالی عنها، این تجریح فاطمه است تا اینکه مدح فاطمه باشه. و نحن نعلم ان ما يحكى عن فاطمه، و میدونیم که آنچه در مورد فاطمه ذکر شده. و میگه وقتی که کسی، منظورش این رافضی است، الیس من یذکر مثل هذا عن فاطمه یجعله من مناقبها جاهلا. آیا کسی که این حرفا رو بزنه و اون رو از مناقب فاطمه محسوب کنه این انسان جاهل نیست؟ یکی از صفات منافقین این است که اگر که از صدقات و زکات به آنها داده شد راضی میشن، اگر که داده نشد به خاطر این مال و منال دنیا ناراحت میشن. بعد از این آیه چی میگه؟ فمن مدح فاطمه بما فیه شبه من هؤلاء الا یکون قادحا فیها. کسی که مثل این رافضی بیاد اینطوری فاطمه رو مدح بکنه که در اون در حقیقت قدحش هست، یعنی به اصطلاح بدگویی فاطمه است رضی الله تعالی عنها. فقاتل الله الرافضه. خداوند بکشه این رافضی‌ها را. و انتصف لاهل البيت منهم. از اهل بیت برای اینها انتقام بگیره. فانهم الصق بهم من العیوب والشیان ما لا يخفى على ذی عین. خداوند بکشه این رافضی‌ها رو که و الله سبحانه و تعالی انتقام بگیره برای اهل بیت از آنها. اینها تهمت‌های و عیب‌ها و بدگویی‌هایی رو به اهل بیت نسبت دادن که برای انسانی که چشم بصیرت داشته باشه پنهان نیست. در اینجا ابن تیمیه میاد رحمت الله علیه تهمتی رو که این رافضی به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها میزنه اون رو رد میکنه و در آخرش میگه که اینها با این حرفاشون به جایی که بخواین ایشون رو مدح بکنن در حقیقت بدگویی کردن. و در کل منهاج السنه جمله ان فی فاطمه شعبة من النفاق وجود نداره و این آخوند بی حیا که بویی از شرف و انسانیت نبرده با کمال وقاحت داره دروغ میگه. من همینجا یک تحدی، این خیلی خوششون میاد از تحدی‌های شبکه وصال حق. اگر آیت الله دکتر حسینی قزوینی از کتاب منهاج السنه از زبان ابن تیمیه آورد که ایشون گفته باشه که ان فی فاطمه شعبة من النفاق، من قول میدم به همه شما عزیزان بعد از این دیگه در شبکه وصال حق برای یک ثانیه هم حاضر نخواهم شد. همه برنامه‌مو تعطیل میکنم، میرم میشینم تو خونه. اگر قزوینی از زبان ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه بیاره که ایشون گفته باشه ان فی فاطمه شعبة من النفاق، اگر این مطلب رو از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه آورد که ابن تیمیه این حرف رو گفته باشه از زبان خودش، همین جمله رو ان فی فاطمه شعبة من النفاق، من بعد از این دیگه برای یک ثانیه هم در شبکه وصال حق ظاهر نخواهم شد. بسم الله. این تحدی مفتوح باز برای همه شیعیان. برید تا دلتون میخواد از شبکه ولایت استفسار بکنید از آیت الله قزوینی، یک ماه هم فرصت دارید. من در ضمن همین کلیپ دروغی که به علمای اهل سنت بسته که ابن تیمیه گفته که اینا کافر و زندیقن، در ضمن همین کلیپ از این به بعد هر هفته همین دروغی که در مورد ابن تیمیه هم گفته رو نشون میدم.